سلام به برنامه‌نویسای خفن، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو قصد دارم دو تا از زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی محبوب به ویژه تو زمینه‌های برنامه‌نویسی وب رو با همدیگه بررسی بکنم، از لحاظ ساختار، از لحاظ محبوبیت این زبان‌ها، از لحاظ تمام ویژگی‌هایی که این زبان‌ها دارن که شما می‌خواید به عنوان یک برنامه‌نویس حالا در شروع کار یا برای آینده شغلیتون می‌خواید یکی از این زبان‌ها رو انتخاب بکنید و توی اون فیلدی که مورد نظرتون هستش با انتخاب این زبانا برید جلو. یه نکته‌ای که باید در شروع همین صحبتام بهتون بگم اینه که ببینید دوستان، ما به عنوان برنامه‌نویس، به عنوان دیولپر، به عنوان پروگرامر، نکته‌ای که وجود داره اینه که زبان‌های برنامه‌نویسی برای ماها به عنوان یک ابزاری هستن. مثلا برای شما یک در واقع مکانیک رو در نظر بگیرید که یه جعبه ابزاری داره برای مثلا باز کردن هر پیچی میره سراغ یک آچاری. ما هم دقیقا این شکلیه. برای هر فیلدی ما نیاز به آچار مخصوص به اون فیلد رو داریم. مثلا برای هوش مصنوعی بهترین آچارمون و به اصطلاح گلدن هامرمون میشه گفت که مثلا پایتانه. برای مثلا حوزه برنامه‌نویسی موبایل یک زبان دیگه یا یک تکنولوژی دیگه هستش. بنابراین شما باید همه این زبان‌های برنامه‌نویسی، این تکنولوژی‌های مختلف رو به چشم یک ابزار به عنوان یک برنامه‌نویس ببینید و باید ویژگی‌هاشون رو بشناسید. باید برای حوزه‌ای که میخواد انتخاب بکنید یکی از این زبان‌ها رو بر اساس خصوصیت‌هایی که داره و بر اساس ویژگی‌هایی که داره انتخاب بکنید. بنابراین این نکته رو در نظر بگیرید، چون که من خود ویدیوهایی دارم از مقایسه زبان‌های مختلف با هم دیگه، مثلا مثل پایتون و جاوا، که اونجا خیلی ویدیوهای معروفی هم شد و خیلی بازدید خیلی خوبی هم داشت. خیلی از بچه‌ها استقبال کردن، بهشون خیلی کمک کرد. اونجا هم هدف من همین بود، یعنی سعی کردیم که زبان جاوا و زبان پایتون رو با هم دیگه بشکافیم، فلسفه‌شون رو ببینیم از کجا شروع شدن و از به کجا رسیدن و الان دارن تو چه فیلدهای استفاده میشن. بنابراین هدف ما و هدف من به عنوان در واقع کسی که این ویدیو رو براتون ضبط میکنه همچین چیزی. این نکته رو پس در شروع صحبتان در نظر بگیرید و کنارش بذارید که میخوایم حالا بپردازیم به زبان PHP و زبان پایتون، که این دو تا زبان رو میخوایم از لحاظهای مختلف، از لحاظ ساختارهای مختلف، از لحاظ محبوبیتشون توی بین برنامه‌نویسا، از لحاظ فلسفهشون و از لحاظ کاربردشون، حتی از لحاظ حقوقشون در داخل ایران، حقوق برنامه‌نویسای PHP و پایتون توی ایران بررسی بکنیم و ببینیم که هر کدوم از این زبان‌ها برای چه کاری مناسبن، چه لایبرری هایی دارن، برای چی ساخته شدن و فلسفهشون چی بوده. بنابراین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما همیشه برای سنجش محبوبیت زبان‌های برنامه‌نویسی مراجعه می‌کنیم به اینکه برنامه‌نویسا چقدر دارن از اون استفاده می‌کنن و اینکه چقدر بین برنامه‌نویسا محبوبه، چقدر ترند شده بین برنامه‌نویسا. خب معمولا از ایندکس تیوب تو این زمینه‌ها خیلی استفاده میشه که یه ایندکسی هستش که همین الان میتونید سرچ بکنید، تیوب ایندکس، که میاد محبوبیت زبان‌های برنامه‌نویسی رو با هم دیگه مقایسه میکنه. خب ما الان میدونیم که پایتون چندین ساله به رتبه اول رسیده و خب محبوبیت خیلی بالایی داره و اینکه میشه گفت که همینطور هم در حال رشد به خاطر زمینه‌های مختلفی که داره، که پایتون تو زمینه هوش مصنوعی، تو زمینه آنالیز دیتا، تو زمینه بک اند وب دیولپمنت و تو زمینه‌های دیگه به شدت قدرتمنده و این باعث شده که این اتفاق بیفته. حالا حتی زبان‌های مثل سی و جاوا اینا رو هم می‌بینید که خب سی هم به خاطر پرفورمنس و در واقع عملکرد خیلی خفنی که توی مثلا سیستم‌های خیلی سطح پایین میتونه داشته باشه. جاوا هم برای برنامه‌نویسی موبایل و سیستمایی که شما می‌خواید به صورت کراس پلتفرم جلو ببرید و اینا خیلی میتونه مناسب باشه. اما شما اگه PHP رو توجه بکنید، باز هم زبان محبوبیه، ولی به هر حال خیلی از لحاظ محبوبیت واقعا قابل قیاس با زبان پایتون نیستش. از طرفی میتونیم استک اوورفلو سروی رو ببینیم که نظرسنجی کاربران استک اوورفلو هستش. نکته‌ای که اونجا وجود داره، میاد تکنولوژی‌ها و زبان‌های مختلف رو و فریمورک‌های مختلف، لایبرری‌های مختلف و بحث‌های مختلف رو از لحاظ محبوبیت، از لحاظ تعداد استفاده، از لحاظ تعداد پرسشی که توی استک اوورفلو میشه و بحث‌ها این شکلی میاد میسنجه. نکته که وجود داره اینه که ما در واقع توی این سایت همونطور که مشاهده میکنیم، خب پایتون الان بین زبان‌های برنامه‌نویسی که ما الان میشناسیم رتبه دوم رو داره، یعنی جاوا اسکریپت و بعدش پایتون، که خب SQL که میشه در واقع زبان کوئری هستش برای دیتابیس و HTML CSS هم که مارکاپ لنگویج وبی هستن، که خب طبیعتاً HTML CSS رو که خیلی طبیعیه که تعداد سوالاش و تعداد محبوبیتش این شکلی خیلی زیاد بشه، به خاطر اینکه خب داره تو وب خیلی استفاده میشه. جاوا اسکریپت هم به همون شکل، ولی خب
پایتون رو ما می‌بینیم خیلی داره محبوب شده و خیلی هم پرسش داره اتفاق میفته تو استک اورفلو ازش و خب هم محبوبیتش خیلی زیاد شده. بنابراین از لحاظ محبوبیت شاید بشه گفت که پایتون خیلی محبوب تره نسبت به PHP. اما بحث بعدی که وجود داره اینه که ما میتونیم از لحاظ کوئسشن هایی که توی در واقع استک اورفلو هم شده بیایم PHP و پایتون رو در نظر بگیریم. خب اوایل PHP خیلی بیشتر بود و توی همون سالهای 2009 تا حدود 2017 2016 2017 خب PHP کمی میشه گفت که سوالاتی که میشد بیشتر بود، ولی ما الان میبینیم که با وجود بحثایی مثل دیپ لرنینگ، با وجود بحثایی مثل ML و مثل بحثای دیتا آنالیز و بحثای این شکلی و اومدن وب فریم ورک های مثل جنگو، مثل فلاسک، مثل فست API و اینا باعث شده که پایتون هم به شدت رشد بکنه محبوبیتش تو این زمینه‌ها. بحث بعدی که وجود داره تعداد استارها و تعداد فورک ها و بحث این شکلی هستش که این زبان‌ها و هسته‌های این زبان‌ها توی گیت هاب داره. خب میدونید که گیت هاب یه پلتفرمی هستش که میتونید حالا در واقع برای بحث سورس کنترلرایی مثل گیت و اینها استفاده بکنید توی بستر وب سرویس. من یه دوره خیلی خوب دارم برای گیت و گیت هاب که میشه گفت که به جرئت کامل‌ترین دوره وب فارسی هستش که میتونید اون رو ببینید، حتما باهاش آشنا بشید. ولی خب خلاصه ما همونطور که اینجا مشاهده می‌کنیم سورس در واقع برانچ اصلی و برانچ مستر PHP الان در حال حاضر حدود 7000 تا فورک داره با حدود 34000 تا استار، ولی پایتون که مفسر اینترپرتر سی پایتون هستش حدود 48000 تا و حدود 24000 تا فورک داره که اینجا هم خب می‌بینیم که پایتون بیشتر ترنده توی بین برنامه‌نویسا تو گیت هاب و بحث این شکلی. نکته بعدی که وجود داره اینه که حالا ما می‌خوایم بپردازیم به این که این دو تا زبان برنامه‌نویسی دیدیم که محبوبیتشون به چه شکله و شما حالا می‌خواید به عنوان برنامه‌نویس انتخاب بکنید. نکته‌ای که وجود داره اینه که می‌خوایم بپردازیم به این که هر کدوم از این زبان‌ها فلسفه‌شون چیه و برای چی ساخته شدن، برای چه بحثی ساخته شدن و ایده اصلی و اپروچ اصلیشون چیه. پایتون برای این ساخته شده که ما سادگی و خوانایی بالای کد رو داشته باشیم. بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهای در واقع جلسات اول اگه میخواید با پایتون صرفا آشنا بشید، فصل اول از دوره جامعه پایتون با تمرکز بر هوش مصنوعی رو نگاه بکنید. اونجا ما با رویکرد یک برنامه‌نویسی که میخواد با یک زبان برنامه‌نویسی شروع بکنه و یک تفکر برنامه‌نویسی در خودش ایجاد بکنه تو فصل اول اقدام کردیم و پایتون رو بهتون کامل معرفی کردم، سینتکسش و کار کردن باهاش و حل مسئله باهاش و بحث این شکلی که اون میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. از طرفی نکته که وجود داره اینه که کلا پایتون برای این ساخته شده که شما هر کاری که میخواید انجام بدید رو به راحت ترین شکل ممکن بتونید کدنویسی بکنید و پیاده سازی بکنید. میشه گفت که پایتون توی در واقع توسط آقای خودوان روسوم که یه جورای دیکتاتور صالح پایتون هم هستن ایشون، که هنوزم روی پایتون در واقع روی خود بنیاد پایتون هستن و اینا، توسط ایشون توسعه داده شد. حدوداً هم میشه گفت که 30 سالی هستش که عمر این زبان هستش که توسط در واقع ایشون توسعه داده شده هسته اولیش و خب اسمش هم برخلاف اون چیزی که تصور میشه که از روی یک مار اومده که در واقع معنی اون رو هم میده، ولی از روی یک گروه کمدی مانتی پایتون اومده که خب فلسفه‌اش دیدیم. ولی مهمترین فلسفه پایتون فلسفه زن هستش که زن رو اگر همونطور که بدونید، زن یک از در واقع از شرق آسیا میاد، از فلسفه های شرقی میاد، از عرفان های شرقی میاد که ما اونجا به اصطلاح میشه گفت که یه سری گروه داریم که این گروه ها در واقع به این جور موارد خیلی معتقدن و خب پیروانشون هم تو این زمینه خیلی کار میکنن. فلسفه زن هم یه جوری میشه گفت از اونجا میاد که این فلسفه زن حدود 20 تا اصل نرم افزاری هستش که آقای تیم پیترز اومده توسعه داده و اومده اینا رو تعریف کرده. یه جوری بست پرکتیس های پایتون میشن که این بست پرکتیس ها میشه گفت که به اصطلاح فلسفه پایتون رو نشون میدن که شما با همین اگه پایتون رو نصب داشته باشید کافیه بنویسید ایمپورت دیست، همین ایمپورت دیست بکنید و میتونید مشاهدهش بکنید با همچین چیزی. و حدود 20 تا اصل نرم افزاریه که اومده مثلا یکیشون اینه، گفته که beautiful is better than ugly. یعنی چی؟ یعنی مثلا زشت زیبا بهتر از زشته. این یعنی چی؟ این یه چیز خیلی کلیه، یعنی یک بیس پرکتیس خیلی کلی. یعنی شما سعی بکنید که تو کدتون که دارید توسعه میدید هر چقدر تا جایی که میتونید زیباتر کد بنویسید، تا جایی که میتونید بیس پرکتیس ها و بحث این شکلی رو رعایت بکنید، کدتون خواناتر باشه. ساده بهتر از پیچیده است. سعی بکنید که ساده فکر بکنید و ساده پیاده سازی بکنید. میبینید که اینا خیلی تو زندگیتون هم میتونه بهتون کمک بکنه و به اصطلاح میشه گفت که یک 20 تا اصل نرم افزاری خیلی خیلی جالبه که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که شما تو کدهاتون زمانی که دارید تفکر میکنید اینا همش برای خودتون ملکه ذهنتون بشه. و بنابراین این بحثی هستش که وجود داره که این فلسفه زبان پایتون هستش.
خب ما فلسفه زبان پایتون رو دیدیم و باش آشنا شدیم و نکته‌ای که حالا در رابطه با زبان PHP وجود داره، زبان PHP در اولین بار که توسط در واقع آقای راسموس لردورف اومد توسعه داده شد در سال 1994 بود که میشه گفت که از زبان پایتون خب جدیدتره. ولی خیلی جالبه، خیلی فکر میکنن که مثلا پایتون خیلی زبان جدیدیه. اینجوری نیست، پایتون خیلی زبان قدیمی هستش ولی خیلی داره تازگی‌ها بهش در واقع دید مثبتی پیدا میشه به خاطر همون بحث‌های هوش مصنوعی و برای بحث‌های فریم ورک ها و وب فریم ورک هایی که اومده و خیلی اینا کارو برای ما جالب کرده، به ویژه بحث همون دیپ لرنینگ و بحث‌های ML و اینا. اما زبان PHP هدف اساسیش اصلا بحثایی که مثلا زبان پایتون که اومده یک حالت همه منظوره داره نیست. زبان PHP ساخته شده برای پرسونال هوم پیج، برای وب ساخته شده که بعداً حالا شد هایپر تکست پریپروسسور که برای بحث پیش پردازش کننده ابرمتن یا همون HTML و اینا ساخته شده. و میشه گفت که شما اگر میخواید تو زمینه وب کار بکنید، مقایسه بین PHP و پایتون یک مقایسه معقول و درست و موجهیه. یعنی مثلا شما تو هوش مصنوعی نمیتونید پایتون رو با PHP مقایسه بکنید چون که اصلا PHP برای اون کار ساخته نشده. همون صحبت‌های اولم که بهتون گفتم، هر زبانی برای یک کاری ساخته شده و یک آچاری هستش. PHP ساخته شده برای اینکه تو وب کار بکنه. البته بنابراین ما تو وب اینها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. خب این فلسفه زبان PHP هستش، برای همچین کاری ساخته شده. و حالا اگه بخوایم از لحاظ سینتکسی بررسی بکنیم، حالا جلوتر بهتون میگم تو وب اینا شرایطشون به چه شکله، ولی از لحاظ سینتکسی خب پایتون رو ما باش آشنا هستیم. همونطور که بهتون گفتم شما میتونید با دوره جامع پایتون برید جلو و همون قدم اولش هم به صورت کاملا رایگانه که یکی از کامل ترین به اصطلاح میشه گفت که دوره‌های وب فارسی تو زمینه پایتون و هوش مصنوعی و شروع مقدمات دیپ لرنینگ و ML هستش که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که اونجا میتونید با ساختار پایتون آشنا بشید. میبینید که ما برای هر کاری تو پایتون پکیج توسعه داده شده و هر کاری به راحت ترین شکل ممکن، به ساده ترین شکل ممکن و به اصطلاح ایزی تو یوزه و به اصطلاح بیگینر فرندلیه و اینا خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که شما کدتون رو به راحت ترین شکل ممکن، اگر برنامه‌نویس تازه کار هستی، خیلی راحت مثل همونطور که صحبت میکنیم حالا مثلا انگلیسی و اینا، همونطور که انگلیسی داری صحبت میکنی اینجا هم کدشو مینویسه به همین راحتی. مثلا شما اگه بخواید به سیستم خودتون بگید که برای من یه چیزو چاپ بکن، طبیعتا میگه پرینت کن فلان چیزو دیگه. اینجا هم دقیقاً همینه. زبان PHP هم حالا براتون اینجا گذاشتم کداشو. میشه گفت که زبان PHP تا حدودی در واقع سینتکس نسبتا ساده‌ای داره، ولی حالا باید باش حال بکنید دیگه. خیلی با سینتکس PHP حال نمی‌کنن. کلیتش هم این شکلی که خب زبانی که همونطور که بهتون گفتم به اصطلاح هایپر تکست پریپروسسوره که برای توی زبان در واقع توی میشه گفت که این زبان توی بحث‌های تگ‌های HTML خیلی کاربرد داره. و خب اینجا اگه بخواید این کد رو بنویسید، مثل همون جاوا اسکریپت که میاد مثلا یه اسکریپتی باز میکنید و کدتون رو مینویسید، اینجا هم دقیقاً یک تگ PHP باز میکنید و اینجا مثلا مینویسید. حالا مثلا با دستور اکو شما میتونید بیاید یه کدیو اینجا در واقع یه چیزی رو چاپ بکنید، یا مثلا برای تعریف متغیرها از علامت دلار استفاده میکنید و برای فور و برای بحث‌های خودش هم اینجا حالا سینتکس خودش داره که خیلی بحث ما حالا سینتکسی نیست. ولی چیزی که من بخوام اگه نظر خودم بگم، خب من با سینتکس پایتون بیشتر حال میکنم طبیعتاً، که سینتکس خیلی نزدیکتری داره به اون چیزی که انسان فکر میکنه، به اصطلاح هیومنایز شده تره و خیلی نزدیک به ذهن انسان. این نکته هستش که وجود داره. اما نکته خیلی خیلی مهمی که هستش قبل از اینکه به بحثای مهمی مثلا بحث کتابخونه‌ای که پایتون داره و بحث این شکلی، یا چیزی که مثلا کتابخونه و فریم ورک هایی که PHP داره برای بحث برنامه‌نویسی وب، یه چیز خیلی خیلی مهم هستش و اون چالش بزرگ زبان پایتون هستش که ببینید دوستان، کلا ما یه بحثی داریم به عنوان پرفورمنس زبان‌های برنامه‌نویسی. پرفورمنس زبان‌های برنامه‌نویسی چی میگه؟ میگه که شما برای اجرا کردن یک کد توی مفسر زبان برنامه‌نویسیتون یا توی کامپایلر زبان برنامه‌نویسیتون، این کد یا مثلا این بنچمارک چقدر زمان میبره. مثلا شما فرض بکنید که میخواد یک جستجوی دودویی رو یا یک الگوریتمی که حالا جستجوی دودویی شاید خیلی خوب نباشه، مثلا یه الگوریتمی که مبتنی بر دیسیژن تری هستش، مبتنی بر یک درختی هستش، یک الگوریتم خیلی زمانبری هستش که مثلا خیلی زمان میبره، اینا رو میان به عنوان بنچمارک انتخاب میکنن و روی این بنچمارک ها میان زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف و مفسراشون رو با هم دیگه مقایسه میکنن. اتفاقی که میفته اینه که
برای ما خیلی مهمه که زبان برنامه‌نویسی که داریم استفاده می‌کنیم خب زبان با پرفورمنسی باشه و های پرفورمنس باشه. درسته که زبان‌های برنامه‌نویسی الان همشون هستن تا حدودی، ولی خب باز هم بین زبان‌های برنامه‌نویسی خب تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. همونطور که همون تو اسلاید اول با هم دیگه دیدیم، زبان سی الان دومین زبان محبوب بعد از پایتونه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که آیا سی خیلی راحت هیومنایز شده هستش، ایزی تو یوزه. هیچ کدوم از اینا نیست. زبان سی زبان واقعا سختیه، حتی شیگرایی رو پشتیبانی نمیکنه، بعدش تو سی پلاس پلاس بهش اضافه شده. ولی برای چی اینقدر در واقع محبوبه و برای چی اینقدر استفاده میشه؟ به خاطر اینکه به شدت های پرفورمنس، به شدت پرفورمنس قوی توی کدهاتون بهتون در واقع میده و اسپید آپ خیلی زیادی داره. اما ما پایتون رو همونطور که تو این اسلاید میبینیم به نسبت مثلا پی اچ پی خب خیلی کمتره. همونطور که مثلا تو جاوای 8 اگه توجه بکنید خب خیلی سرعتش کمتره. این نمودار افقی زبانه برنامه‌نویسی هست، مثلا سی پلاس پلاس سی رو مشاهده میکنید و زبانه‌ای که این محور عمودی هم زمان لازم برای اجرای برنامه هاست که هر چقدر این بیشتر باشه یعنی فاجعه تره. مثلا ما همونطور که میبینیم پایتون این شکلیه. اما حالا چرا پایتون و روبی رو ما اینجا داریم میبینیم یا کلا زبانه اسکریپتی رو داریم اینجا میبینیم؟ ببینید دوستان، زبانهایی که اسکریپتی هستن یا زبانهایی که همون لحظه که شما دارید کد رو میزنید همون لحظه خط به خط داره کدتون پردازش میشه و از قبل کامپایلر براتون اون کار رو انجام نداده، این زبانهایی هستن که معمولا کند میشن. یکی از دلایل مثلا خیلی معروف پایتون همینه. یکی دیگه از دلایل پایتون چیه؟ اینه که شما خب تو پایتون متغیراتون تایپش رو معرفی نمیکنید و همین رو شما باید مفسر زبان پایتون تو پشت صحنه بیاد تایپ رو شناسایی بکنه. و همین کار مثلا شما میخواید بنویسید که به جای اینکه بنویسید مثلا int a مساوی با مثلا 12 می‌نویسید a مساوی با 12. یه زمان دیگه می‌نویسید a مساوی با hello world، یه استرینگ می‌نویسید. یه زمان دیگه می‌نویسید a مساوی با یک لیستی. یه زمان دیگه می‌نویسید a مساوی با یک دیکشنری. ولی تعریف نمی‌کنید قبلش که این متغیر از چه نوعیه. همین که متغیر رو نوعش رو مشخص نمی‌کنید، پشت صحنه باید این مفسر زبان پایتون که با سی توسعه داده شده به نام سی پایتون که همون توی گیت هابش رو هم دیدیم قبل‌تر توی اسلایدها، این مفسر باید بیاد این کد رو بگیره و پیش بینی بکنه که این از چه نوعیه و با اون نوع باهاش برخورد بکنه که همه اینها هم یه کلاسای تو پایتون هستن. مثلا ما کلاس str داریم یا string داریم، کلاس int داریم، کلاس دیکشنری داریم، کلاس لیست داریم و بحثای دیگه. باید با اون شکل برخورد بکنه و این خب سرعت رو خیلی کاهش میده. حالا یه روشی که وجود داره اینه که مثلا از یه سری در واقع تولزای جدیدی اومده استفاده شده، مثلا مثل سایتون، که سایتون میاد چیکار میکنه؟ شما تو سایتون که دارید کد میزنید به جای اینکه مثلا مثل پایتون سینتکس عادیش کد بزنید، باید بیاد متغیرها رو هم تعریف بکنید. مثلا بگید که میخواید بگید a مساوی با 12، باید قبلش بگید که int a مساوی با 12. دقیقاً داخل پایتون مثلا مثل حالت سی باید کد بزنید که این خب یکم سرعت کدتون رو بیشتر میکنه، بهتون قابلیت اینم میده که از ابزارها و پکیج‌های پایتونی هم استفاده بکنید. اما یکی دیگه از دلایلی که پایتون سرعتش خیلی پایینه و مشکل داره، یه بحثی هستش به نام گیل یا گلوبال اینترپرتر لاک که یک قفل عمومی هستش که روی کدهای پایتون وجود داره. حالا اینا رو بعدا من توی یه دوره‌ای که میخوام براتون برگزار بکنم در رابطه باهاش صحبت میکنم. اما راه حل هم داره، یعنی اینجوری نیست که مثلا بگیم که پایتون پرفورمنسش خیلی بده و راه حل نداره. البته پی اچ پی هم پرفورمنسش خیلی قوی نیست ولی خب نسبت به پایتون بهتره. پس بنابراین این نکته رو در نظر بگیرید که PHP تو این زمینه بهتره. اما برای پایتون اگه شما بخواید این مسئله رو بهبود بدید، یه بحثی وجود داره با عنوان پارالل پروسسینگ یا پارالل کامپیوتینگ یا محاسبات همروند یا محاسبات موازی یا کانکارنت پروگرامینگ و کانکارنت پروسسینگ و اینا بهش میگن. که میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا شما الان مثلا یه سیستمی دارید، الان مثلا همین سیستمی که من الان دارم براتون این ویدیو رو ضبط میکنم، یه سیستمی هستش که خب یکی از جدیدترین سی پی یو ها رو داره، سی پی یو نسل 11 اینتل رو داره با 8 تا کور و 16 تا ترد. اما اگه شما بخواید پایتون رو به صورت عادی استفاده بکنید، خب طبیعتاً از این همه اینها دارید به صورت همزمان استفاده نمی‌کنید. شما میتونید به صورت همزمان 16 تا ترد رو روی سیستمتون اجرا بکنید، در حالی که توی برنامه عادی این کار انجام نمیدید. بنابراین یه بحثی اومده به نام برنامه‌نویسی موازی. مثلا بخوام بهتون مثال بزنم، شما مثلا ضرب ماتریس‌ها یا مثلا جمع ماتریس‌ها رو در نظر بگیرید. مثلا میخواید یک ماتریس 1000 در 1000 رو با یک ماتریس 1000 در 1000 دیگه جمع بکنید. زمانی که میخواد این اتفاق بیفته، در حالت عادی شما نیازه که بیاید یک فوری بنویسید از یک در واقع از عنصر صفرم این ماتریس ها شروع بکنه تا عنصر در واقع 1000 در 1000 میشه 1 میلیون تا عنصر دیگه، تا عنصر 1 میلیونیوم اینا بره جلو. این 1 میلیون عنصری که اینجا وجود داره یک حلقه فور 1 میلیون تایی هستش. اینو در نظر بگیر. این حالت سکوئنشیال یا یک حالت ترتیبی بهش میگن.
اما شما اگه بخواید از حالت موازی استفاده بکنید، مثلا شما فرض بکنید که یک سیستمی دارید که 10 تا ترید رو میتونه پشتیبانی بکنه و به صورت همزمان میتونه 10 تا کار رو همزمان انجام بده. ما میدونیم که جمع ماتریسا میتونه هر کدوم از این جمع‌ها به صورت مستقل از همدیگه اجرا بشه. بنابراین شما اون ماتریس میشه گفت که 100% که داشتید، یا حالا مثلا ماتریس 1000 در 1000 که داشتید که میشد 1,000,000 عنصر، این 1000 در 1000 رو میاید تقسیمش میکنید به 10 تا بچ مختلف که 10 تا بچ 100 تایی میشه به اصطلاح. این 10 تا بچ 100 تایی تو حالت اول مثلا فرض کنید که اون 1,000,000 عنصر که قرار بود با هم دیگه جمع بشه، مثلا فرض کنید که جمع هر کدوم از اینا، حالا عددشون خیلی کمه، مثلا 1 میکرو ثانیه است مثلا، یا 1 نانو ثانیه است، حالا مثلا فرض کنید 1 ثانیه است، حالا میخوایم برای اینکه تو ذهنمون بشینه، اگه 1 ثانیه باشه یعنی 1,000,000 ثانیه این جمع طول میکشه. حالا تو حالت دوم میخوام بهتون بگم که چه اتفاقی میفته. شما اگر اون رو بیاید به صورت بشکنید به پچ های مختلف، هر پچی رو جداگونه بدید به یک تردی که این ترد اون کار رو به صورت همزمان همه اینا جلو ببرن، چه اتفاقی میفته؟ شما 10 تا پچ 100 تایی دارید که این 10 تا داره به صورت همزمان انجام میشه. این 100 تا با هم دیگه همشون با هم دیگه میشه 100%، یعنی میشه 10,000 عنصر. یعنی عملا شما نیازی که 10 تا 100,000 تایی رو همزمان با هم دیگه بیاید جمع ماتریسشون رو انجام بدید. یعنی شما به صورت کلی از 1,000,000 ثانیه رسیدید به 10,000 ثانیه و میشه گفت که شما اینجا 10 برابر یا شاید آره دیگه 100 برابر اینجا اسپید آپ داشتید و این خیلی بحث مهمیه. یعنی شما تونستید پرفورمنس کدتون رو با برنامه‌نویسی موازی یا برنامه‌نویسی چند نخی یا برنامه‌نویسی ایسینک، حالا تو زمینه‌های خودش، تو برنامه‌نویسی همروندی جلو ببرید. مثلا یه مثال دیگه بخوام بهتون بزنم، شما مثلا فرض بکنید که توی کدتون اومدید از یک دانلود منیجر مثلا استفاده کردید، یا مثلا دارید یک پردازش انجام میدید که این پردازش نیاز به یک عملیات آی او داره. مثلا قراره که کاربر بیاد میخواد یه پردازشی انجام بده، مثلا میخواد یک عملیات پردازش تصویر رو کد شما انجام بده، اینطوری که زد این عملیات حالا مثلا ممکنه 10 دقیقه طول بکشه. آیا کاربر شما باید همینجا منتظر باشه که این 10 دقیقه‌اش تموم بشه که برگرده حالا به حالت عادی؟ اگه اینجوری بخواید کد بزنید بهش میگن حالت سیکوئنشیال. یعنی شما گفتید که این پردازش انجام بشه، این تابع تموم بشه، حالا برو سراغ تابع بعدی. ولی یه روش همروند چیه؟ میگه که آقا این کار رو تو توی پس زمینه با نوشتن تردهای مختلف جلو ببر، زمانی که اوکی شد این میاد به کاربر اعلام میکنه. برای همچین کارهایی که الان بهتون گفتم، برای پردازش موازی و پردازش همروند که باعث میشه که کداتون به شدت سرعتشون افزایش پیدا بکنه، ما تو پایتون 3 تا کتابخونه مهم داریم که من دارم براتون دورش حالا به زودی ضبط میکنم. برنامه‌نویسی موازی با پایتون با کتابخونه مالتی پروسسینگ انجام میشه، برنامه‌نویسی همروند تو پایتون با کتابخونه ایسینک آی او انجام میشه و برنامه‌نویسی تریدینگ و مالتی تریدینگ تو پایتون با کتابخونه تریدینگ انجام میشه که این 3 تا کتابخونه رو حتما برید در رابطه باهاش سرچ بکنید که خیلی بحث‌های مهمی هستن. و بنچمارک های مختلفی وجود داره. مثلا یه سایتی هستش به نام بنچمارک گیم که میاد این زبانه برنامه‌نویسی با هم دیگه مقایسه میکنه که اینجا هم همونطور که میبینید خب پایتون از پی اچ پی پایین‌تره از لحاظ پرفورمنسی، ولی میگم که اون روش‌ها رو وجود داره که شما میتونید پرفورمنس کدای پایتونتون رو افزایش بدید. اما بحث خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که ما توی همونطور که بهتون گفتم پی اچ پی و پایتون فقط و فقط تو زمینه‌های وب با هم دیگه قابل مقایسه‌ن. تو زمینه‌های دیگه پایتون خب جلوتره، تو مثلا تو زمینه هوش مصنوعی اصلا پی اچ پی قابل قیاس نیست. ولی تو زمینه وب هم باز هم اینجوری نیست که بگیم پایتون حرفی برای گفتن نداره. کما اینکه الان میشه گفت که دو تا از وب فریم ورک‌های خیلی خیلی محبوبی که الان در حال حاضر وجود داره برای پایتون هستن. شما اگه از لحاظ گیت هاب و از لحاظ تعداد ستاره گیت هاب بخواید نگاه بکنید، الان در حال حاضر رتبه اول رو فکر می‌کنم لاراول داشته باشه، رتبه دوم رو جنگوی پایتون داره، رتبه سوم رو فلاسک پایتون داره، یا حالا فکر می‌کنم سوم عوض شده باشه، دقیقاً یادم نیست. ولی توی این 10 تا 12 تا همیشه پایتونیا رتبه‌های بالا دارن، یعنی تو همون تاپ 5 همیشه هستن. پی اچ پی هم همینجوریه، یعنی پی اچ پی هم واقعا همیشه قدرتمنده و خب ما میدونیم که خیلی از صفحات وب رو پی اچ پی در واقع داره جلو میبره، به خاطر حالا بحث‌های وردپرس و اینا هم هست البته. ولی خب ما تو پایتون همچین چیزایی داریم که فلاسک و جنگو، فست ای پی آی و پایرامید و وب تو پای و اینا، خیلی تورنادو و اینا، چری پای و باتل اینا خیلی محبوب هستن. اما توی پی اچ پی هم ما کیک پی اچ پی، کودیگنیتر، زند، سیمفونی و لاراول رو داریم که اینها هم خب خیلی محبوب هستن. ولی بشه گفت که توی اینها اصلا محبوب‌تر خب لاراول رو ما میشناسیم و توی این قبلی ها اصلا محبوب‌تر ما این جنگو، فلاسک و
فست API رو خیلی میشناسیم که میشه گفت که الان در حال حاضر جنگو به شدت در حال محبوبیت، حتی تو ایران خیلی بازار کار خوبی داره و از این لحاظ هم نمیشه گفت که مثلا PHP گوی سبقت رو میربایه از پایتون. این شکلی هم نیست واقعا. ولی تو این زمینه خب PHP خب خیلی قویه. اگه مثلا PHP بخواید تو زمینه وب انتخاب بکنید زبان خوبیه و کارتون خیلی راحت میتونه ببره جلو. ولی خب باید اینو در نظر بگیرید. ممکنه که بخواید یک وبی رو توسعه بدید، مثلا وب سرویس رو توسعه بدید که نیاز به هوش مصنوعی داره. طبیعتا شما باید بیاد چیکار بکنید؟ در نهایت مثلا اگه از PHP استفاده میکنید به صورت رستفول کدتون رو جلو ببرید، سرویس هوش مصنوعیتون رو با پایتون توسعه بدید. خب ولی اگه این شکلیه چه کاری؟ اگه هوش مصنوعی کار هستی میخواید وب کار بکنی، من به توصیه میکنم که از پایتون استفاده بکنی. جنگو رو یاد بگیر، هوش مصنوعی هم در کنارش داری کار میکنی و کدتو میبری جلو. نکته بعدی که وجود داره اینه که خب بازم همینجا براتون وب فریم ورک های مختلف آوردم. مثلا از میشه گفت که تمام وب فریم ورک هایی که روی نظرسنجی استک اورفلو هستش، خب الان پلتفرم نود جی اس رو میبینیم که یک پلتفرم. توی فرانت اند خب ما ریاکت رو میبینیم که رتبه اول داره، جی کوئری هم بازم برای فرانت اند، اکسپرس میشه گفت که باز هم برای جاوا اسکریپت، انگولار برای فرانت اند و ویو هم برای فرانت اند و ASP.NET کور و بحث این شکلی. خب ما اینجا جنگو رو میبینیم که الان توی استک اورفلو مثلا از لاراول بالاتره، یا مثلا فلاسک هم از لاراول بالاتره، ولی مثلا فست API هم حتی داره به لاراول میرسه. فست API یک کتابخونی هستش برای توسعه API و RESTful API وب سرویس های پایتونی و خب میبینیم که خیلی تو این زمینه‌ها قدرتمند عمل کرده. اینجا بازم ما سیمفونی رو میبینیم و روبی آن ریلز و اینا هم میبینیم که اینا هم خب محبوبیت خودشون رو دارن. بنابراین از این لحاظ میشه گفت که خب پایتون میشه گفت که داره خیلی رشد میکنه و شاید الان بشه گفت که اصلا از PHP هم جلوتر زده و خب میشه گفت که انتخاب اول خیلی از برنامه‌نویسای دنیا هستش و حتی تو برنامه‌نویسی وب. اما یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، پایتون تو هوش مصنوعی هستش. من بهتون توصیه میکنم که دوره جامعه هوش مصنوعی با پایتون رو حتما ببینید اگه میخواید تو هوش مصنوعی کار بکنید. ما توی پایتون برای کارهای مختلف هوش مصنوعی مثلا تنسورفلو رو داریم برای دیپ لرنینگ، برای مثلا کار با داده ها نامپای رو داریم، برای پانداز رو برای کار با داده ها و فایل‌های اکسلی و سی اس وی و اینا داریم، سایپای رو داریم، کتابخونه کراس رو داریم، سایکیت لرن رو داریم و کلی ابزارهای دیگه. و می‌بینید که کلا حالا من اینجا چند تا از پکیج‌های خیلی معروف پایتون آوردم. مثلا برای استخراج اطلاعات از وب دوره مثلا اسکرپی ما براتون ضبط کردیم، اوپن سی وی برای مثلا پردازش تصویر، پایتورچ، پایگیم برای مثلا بازی سازی، متپلاتلیب برای کارهای مثلا حوزه مثلا نمودار و اینا، سلنیوم برای مثلا ابزارهای خودکاری که شما میخواید توسعه بدید و جنگو و فلاسک و اینا که برای وب هستن، سایکیت لرن برای کلی کارهای ام ال که میخواید انجام بدید، کراس و تنسورفلو و پایتورچ هم برای دیپ لرنینگ و اینا. خب میبینید که شما تو پایتون، حالا این یه بخش خیلی کوچیکشونه، تو پایتون شما برای هر کاری واقعا براش پکیج توسعه داده شده و این خیلی کارتون رو قدرتمند میکنه. خب تو PHP کمتر این شکلیه. و یه بحث دیگه که وجود داره کامیونیتی این زبان‌های برنامه‌نویسیه. ببینید شما یه بحث خیلی مهمی که هست اینه که باید ببینید که تو حوزه‌ای که میخواد کار بکنید آیا باهاش حال میکنید، آیا مثلا برنامه‌نویسایی هستن که سوالتون به سریع‌ترین شکل ممکن پاسخ داده میشه یا نه. میشه گفت که پایتون و PHP خب جزو زبان‌های محبوب هستن که طبیعتاً اینو دارن، ولی پایتون میشه گفت که کامیونیتی‌های خیلی خیلی قدرتمندی تو این زمینه‌ها هم داره که حتی تو وب فارسی، حتی توی تلگرام، حتی توی همین شبکه‌های اجتماعی خودمون کامیونیتی خیلی خوبی هستش. بنابراین برگ هوش مصنوعی و برگ AI میتونه خیلی پایتون رو جلوتر بندازه تو این زمینه‌ها. نکته که وجود داره بازم همون کتابخونه‌های پایتون رو داریم اینجا می‌بینیم که خب اینا نکات مهمی هستن. اما از لحاظ حقوق دریافتی هم بخوام حالا توی بحث‌های آخر با هم دیگه بررسی بکنیم PHP و پایتون رو. بهتون توصیه میکنم ویدئوی روز برنامه‌نویس و بررسی بازارهای کاری برنامه‌نویسا تو ایران و نوشتن رزومه و رفتن به مصاحبه شغلی رو که یک وبینار 2 ساعته شد در روز برنامه‌نویس که ما برگزارش کردیم، این رو حتما نگاه بکنید. اون خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که شما بتونید مسیر خودتون رو تو دنیای برنامه‌نویسی پیدا بکنید با در واقع زمینه‌های مختلف، با نوشتن رزومه، با گرفتن پروژه و موفق شدن توی بازار کار آشنا بشید. تو 2 ساعت من سعی کردم که دیگه هر نکته‌ای که برای بازار کار تو ذهن خودم میرسیده و تجربه خودم این رو نشون داده و دیدم و جمع آوری کردم و اومدم بهتون اون رو ارائهش کردم. اما از اونجا ما اومدیم بهتون حقوق دریافتی برنامه‌نویسا رو بر اساس آماری که جاب ویژن داده بیرون بررسی کردیم. حالا مثلا اینجا من صرفا براتون PHP و پایتون رو بررسی می‌کنم، ولی توی اون وبینار همه زبان‌های برنامه‌نویسی، همه تکنولوژی‌ها رو با هم دیگه بررسی کردیم. ولی PHP الان شما اگه به عنوان جونیور دیولپر بخواید کار بکنید به صورت میانگین حدوداً 6 تومن حقوقش بوده و مید لولش هم حدوداً 11 تومن و برای سنیور دیولپرش هم حدوداً 16 میلیون اینا میانگینش بوده.
اما پایتون یه بدیهی که حالا میشه گفت که داره اینه که خیلی از پایتون دیولپرایی که میخوان و استخدام میکنن تو حوزه سنیور دیولپره و کمتر، خیلی کم پیش، البته که نمیشه گفت که خیلی کم پیش میاد، ولی مثلا نسبت به شاید سنیور دیولپرش کمتر باشه، مثلا جونیور دیولپر پایتون بخوان. به همین دلیل کمی مشکل هستش. ولی از لحاظ جونیور دیولپری که به پایتون میدن یا مثلا مید لول دیولپری که به پایتون میدن، خب حقوقش خیلی خوبه. مثلا در حد الان دیگه حدودا مثلا همون برای سنیور دیولپر مثلا از 16 تومن تا 20 تومن هستش و مثلا برای مید لول و اینا هم از حدودا 8 تومن تا 12 تومن و اینا 13 تومن 14 تومن هستش. و برای جونیور هم چیزی که من دیدم فکر می‌کنم که بین مثلا 8 تومن یا مثلا 6 تومن 8 تومن اینا باشه. و خب اینم از لحاظ حقوق این زبان برنامه‌نویسی بود. خب بچه‌ها دقت بکنید که الان سال 1402 هستیم، این دیگه اواخر 1402 و دیگه به امید خدا یکی دو ماه آینده وارد 1403 میشیم. این آمار فعلی هستش در حال حاضر، چون که خب ویدیو برای چند ماه پیش بود. این آمار رو من بهتون گفتم که اینجا موقع ادیت حالا براتون آپدیتش بکنم. ببینید برنامه‌نویس PHP الان در حال حاضر یه همچین حالتی داره. برای برنامه‌نویس جونیور حدوداً 9 میلیون اینا هستش حقوقش، و اینکه یعنی در واقع به صورت میانگین، یعنی در واقع حقوق مد نظری که وجود داره. برای برنامه‌نویس مید لول حدوداً 18 میلیونه و برای برنامه‌نویس در واقع سنیور PHP حدوداً 28 میلیون تومن در واقع در نظر گرفته میشه. حقوقام دقیقاً میشه گفت که در همین حد هستش. اما برای برنامه‌نویسای پایتون، حالا اینم در واقع برای برنامه‌نویسای PHP هستش تو شهرهای بزرگ دیگه که حالا آمارش رو میتونید ببینید. برای برنامه‌نویسای پایتون هم حالا 409 نفر شرکت کردن که البته این میشه گفت که حقوق مد نظرشون بوده، ولی چیزی که من تو بازار کار میبینم یه همچین حالتی هم هستش، واقعا در همین حده. برنامه‌نویسای جونیور پایتون حدوداً 12 13 تومن گرفتن، برنامه‌نویسای مید لولش هم حدوداً 18 و خورده گرفتن که مشابه تقریباً در واقع برنامه‌نویسای PHP هستش. ولی برنامه‌نویسای سنیور پایتون حقوق بهتری میگیرن، حدوداً 30 میلیون به بالا میگیرن. و خب این آماری هستش که من گفتم در این قسمت از ویدیو براتون حتما اضافه بکنم. این فایل هم در واقع توی اینترنت خیلی راحت میتونید بهش دسترسی داشته باشید. آماری هستش که از سایت جاب ویژن میتونید به راحتی داشته باشید. حالا در واقع برنامه‌نویسای دیگه مثلا مثل جاوا و اینجور مسائل رو هم میتونید به راحتی مشاهده بکنید. برنامه‌نویس C++، C که حقوقای دریافتی به چه شکلی بوده، Node.js و موارد دیگه، یا برنامه‌نویس Go که حالا تعداد شرکت کنندگانش کمتر بوده و احتمالاً آمار و ارقامش هم کمی غیر دقیق تر باشه، ولی میتونید حالا مشاهده بکنید و به این آمار هم دسترسی داشته باشید. توی این ویدیو من سعی کردم که دو تا از زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی محبوب رو که خب حالا با هم دیگه بررسی کردیم، از لحاظ ساختار، از لحاظ محبوبیت و از لحاظهای مختلف، بحث‌های مختلفی که وجود داشت با هم دیگه بررسی بکنیم. حتما اگر حالا می‌خواید با پایتون بیشتر آشنا بشید، حتما دوره جامعه پایتون رو ببینید. اون ویدئوی وبینار روز برنامه‌نویسی که برای بحث بازارهای شغلی زبان برنامه‌نویسی بوده که مستقل از صرفا پایتون و PHP و اینا هم هستش، برای کلا توی زمینه برنامه‌نویسی هستش که اون رو هم حتما ببینید که خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. و نکته دیگه نمیمونه، فقط بازم تاکید میکنم بهتون زبان‌های برنامه‌نویسی برای ماها به عنوان یک ابزار هستن و هیچ تعصبی نباید رو زبان‌های برنامه‌نویسیمون داشته باشیم. صرفا اگر با زبان برنامه‌نویسیتون حال میکنید، دلایل خودتون طبیعتاً باید داشته باشید و اینکه صرفا تعصبی نباید جلو بریم. اگه مثلا میخواید هوش مصنوعی کار بکنید، خب طبیعتاً بهترین ابزاری که الان حال حاضر وجود داره پایتون هستش. اگه مثلا میخواید توی زمینه موبایل کار بکنید، پایتون خیلی قدرتمند نیستش و باید برید سراغ مثلا جاوا، کاتلین، فلاتر و بحث این شکلی، ریاکت نیتیو و اینا. و خب PHP هم کلا برای بحث وب ساخته شده. بنابراین این دوتا زبان رو اگه میخواید مقایسه بکنید، باید از تو همون زمینه‌های وب با هم دیگه مقایسه بکنید. اینم بهتون بگم، حالا میتونید در رابطه با خود ساختار اینکه مثلا جنگو چجوری کار میکنه، فلاسک چجوری کار میکنه و اینجا حالا مثلا فریم ورک‌های در واقع PHP چجوری کار میکنه، اینا میتونید سرچ بکنید. ولی به صورت کلی حالا محبوبیتشون رو با هم دیگه دیدیم، ولی بیشتر برمیگرده به اینکه شما چه کامیونیتی رو میخواید، تو چه فیلدی میخواید کار بکنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و پاسخ سوالتون رو گرفته باشید. موفق باشید. هر سوالی بود حتما تو کامنت ها بپرسید، حتما بهتون پاسخ میدم و تا جایی که بتونم حتما بهتون کمک میکنم. اگه قصد داری که برنامه‌نویسی هم شروع بکنی، میتونید تو تلگرام بهم پیام بدی، برای یه سری پادکست، ویدیوکست، کانتنت های آموزشی، دوره هایی که ضبط کردیم، همینا رو براتون میفرستم که بتونید تو زمینه برنامه‌نویسی هم بتونید خیلی برنامه‌نویس موفقی بشی، خیلی خوب جلو بری. موفق باشی. من تقی‌زاده بودم. فعلا خدا نگهدار.